سلام و درود، حالتون چطوره؟ من AGZR هستم و امروز اومدیم با اولین ویدیو چنل AGZR. امروز اومدیم اولین ویدیو رو با آموزش گرفتن CP رایگان شروع کنیم که این ویدیو در مورد اینه که ما باید چه شکلی CP رو به صورت رایگان دریافت کنیم. آیا روشی هست یا خیر؟ که این سوال بیشتر پلیرهای کالاف هستش که حالا بعضیا نمیتونن برای بازی خرج کنن و پول بدن و همجوری که شما میدونید CP بخش پولی بازی هست و شما با CP میتونید قسمت های یه جوری میشه گفت حالا قسمت های VIP بازی مثل بتل پس یا مثلا بعضی از گردونه ها یا بعضی از آیتم ها رو میتونید شما با CP دریافت کنید که این CP حالا اگر بخواد یکی حالا یکی به خاطر پولش یا فردی به خاطر اینکه حالا خانواده‌اش حالا اجازه خریداری همچین محصولی رو نمیدن و اینا نمیتونن حالا به CP دسترسی پیدا کنن که کال آف دیوتی موبایل برای همین موضوع اومد چیکار کرد؟ اومد یک عملی رو انجام داد و یک کاری رو انجام داد و اومد یه چیزی و یه گردونه مانندی و توی ایونت ها و توی قسمتی از ایونت ها اضافه کرد که این ایونت یا این گردونه هایی که به شما من میگم و شما میتونید از اون گردونه به صورت کاملا رایگان CP دریافت کنید برای افرادیه که حالا تازه کالاف نصب کردن و تازه اکانت ساختن، یعنی که حالا اکانتشون بند شده یا اینکه حالا اکانتشون حالا از دست رفته و یا اینکه حالا قبلا اکانت داشتن و براش خرج کردن و پریده و اینکه دیگه نمیتونن خرج کنن. برای این افراد اومده چیکار کرده؟ اومده همچین گردونه یا قرار داده که بتونن حالا 60 تا CP رو به صورت رایگان دریافت کنن و حالا درسته که با 60 تا CP نمیشه کار خاصی انجام داد و فقط اگر ریجن شما ایران باشه فقط میتونید 6 تا گردونه رو حالا به صورت رایگان با 60 تا CP بزنید. حالا اگر خیلی خوش شانس باشید کارکتر بگیرید. حالا گردونه دیگه خودتون میدونید دیگه به این قسمت که حالا اینترنت ما یه ذره ضعیفه و به همین علت ممکنه که یه ارورایی بده. یه لحظه من ویدیو رو استاپ میکنم با اجازه شما. فکس واقعا معذرت میخوام که حالا همچین اتفاقی افتاد به خاطر ضعف اینترنت بود. خب بریم سراغ حالا بقیه توضیحات که حالا همجوری که شما میخواستیم بگیم که همجوری که شما میدونید به این بخش میگن حالا گردونه. حالا شما میتونید 10 تا CP بدید و حالا یکی از این آیتم ها رو به صورت شانسی دریافت کنید. این حالا میدونید دیگه، بیشترتون میدونید و با خبرید از این. حالا اگر ریجنتون ایران و هند باشه 10 تا CP، اگر اروپا باشه با 30 تا CP که حالا گرون تره. حالا بریم سراغ خود آموزش. حالا یه توضیحاتی هم هست که حالا در مورد چنل که حالا توی آخر ویدیو بهتون میگیم. حالا توضیحات زیادی نیستش که حالا توی آخر ویدیو قطعا بهتون خواهیم داد. بریم let's go بریم سراغ خود آموزش. حالا این چیزو گفتم که حالا بدونید، حالا کسی که حالا اطلاع ندارن از این موضوع رو بدونن. شما اولین قسمتی که باید بیای این هستش که باید بیاید توی این قسمت که الان من برای شما با فرش نشون میدم و فقط اینو دوباره بگم بهتون که فقط برای افرادی که تازه اکانت ساختن و برای کسایی که اکانت دارن و اکانتشون لول بالایی داره
همچین ایونتی نیست و نمیاد، چون که حالا اونا دیگه دارن دیگه، واقعا اکتیویژن دیگه برای اونا نیاورد. وقتی که شما اینو زدید، وقتی که اکانت جدید درست میکنید، یه همچین قسمتیه اولین گزینه هستش بیشتر اوقات. وقتی که شما بزنید رو گزینه اول، توی اینجا برای شما حالا میاره که مثلا اینجا یه چیزی میاره، یه کوین داره که حالا برای شما برای اول که میرید توش صفره، و اینکه حالا برای اینکه شما بخواید بزنید این چرخش و یا این گردونه ها رو، باید چیکار کنید؟ باید از این کوین ها جمع بکنید که فقط با یک کوین شما میتونید یه دور این گردونه رو بچرخونید. حالا شما برای دریافت کردن این کوین ها فقط نیازه که وارد این قسمت بشید. وقتی که شما وارد این قسمت میشید، برای شما یه گزینه هایی میاره و چه گزینه هایی میاره؟ این گزینه ها رو میاره که مثلا شما با دیدن تماشا کردن بتل پس میتونید از این کوین ها بگیرید، و یه هم هستش که گزینه اوله که شما همین گو بزنید، اصلا جایی نمیاره، همونجا میزنه کلاینش میکنی و یه کوین میگیری. برای دومی هم وقتی بزنید رو گو میبرتتون توی بتل پس، و وقتی که بتل پس رو دیدید این کوین رو به شما میده. حالا سوالتون اینه که خب این دوتا رو من گرفتم و بقیه‌اش چی؟ مثلا این دوتا یا این دوتا 6 تا چی؟ خب اونا چی میشه؟ اینا رو شما باید براش پول بدید، یا همون براش برای اینکه مثلا به عنوان مثال 6 تا از این کوین ها بگیرید و برای این اکانتتون یه دونه بتل پس بخرید تا این 6 تا کوین رو به شما بده، و از این دوتا به بعد دیگه پولیه، دیگه رایگان نیست. حالا وقتی که شما این کار رو انجام دادید و هر دوتاش رو کنار کردید، میتونید گزینه وسط که زرد رنگه، که حالا الان من برای اینکه حالا بهتر متوجه شید دورش حالا علامت میزنم، وقتی که شما اینو بزنید دورش میچرخ، حالا یا به شما میتونه سی پی بده، یا مثلا با من مثلا یه همچین چیزی بده. حالا مثلا من یه بار دیگه میزنم، مثلا الان توی اینجا به من 40 تا سی پی رو به صورت رایگان، خب الان من 40 تا سی پی رو به صورت رایگان دریافت کردم. حالا شما میتونید همین زمان یا برید سی پی هاتون رو خرج کنید، یا اینکه مثلا دوباره فردا، اینم نگفتم راستی، شما میتونید هر روز یعنی که 3 روز حتی شما دیگه مثلا تو 3 روز شما میتونید 3 روز این کار رو انجام بدید و توی مثلا دومین روز 2 کوین بگیرید، تو اولین روز 2 کوین، تو دومین روز 2 تا کوین، توی سومی هم 2 تا کوین که رو هم میشه 6 تا. حالا شما میتونید وایسید 3 روزتون کامل بشه و توی 3 روز همینجور که اینجا نشون مشاهده میکنید اینجا زده 1 day 2 day 3 day، که حالا توی روز دوم به شما همینجوری که گفتم 2 تا کوین، توی سومین روزم 2 تا کوین، حالا جمع میشه، حالا اگر اولین روزش هم نگه دارید میشه جمع 6 تا کوین، میتونید دریافت کنید و بزنید. شما میتونید نگه دارید و آخر سر حالا بزنید که حالا شانستون هم بیشتر باشه، هی مثلا اینو بزنید که بتونید بگید. شما میتونید از این روش سی پی رایگان دریافت کنید، از این روش. حالا من میام اینجا یک گردونه هم میزنم که حالا شما ببینید. حالا اگر دیگه خیلی واقعا خوش شانس باشید دیگه، حالا به شما یه کاراکتر میده یا حالا دنس میده یا از اینجور چیزها، کلام به من چیز خاصی نداره. حالا میرسیم رو توضیحاتی که قرار بود به شما بدیم در مورد چنل. چیزی که میخواستم بگم بچه، اگر ویدیوهای اولمون زیاد جذاب نیست، تا اینکه مثلا
اولین ویدیو زیاد جذاب نبود و اگر خوب نبود به بزرگی خودتون ببخشید، چون که واقعا این اولین ویدیویی که من دارم میذارم توی چنل یوتیوب و اینکه واقعا به بزرگی خودتون ببخشید و معذرت میخوایم ازتون. امیدوارم که حالا ویدیوی بعد ویدیوهای خوبی رو بتونیم براتون بسازیم و خیلی ممنون که تا آخر ویدیو تماشا کردید. حتما چنل ما رو ساب کنید، حتما زنگولش رو بزنید که اگر ویدیویی رو قرار دادیم اولین نفری که اونو مشاهده میکنه و اولین نفری که میفهمه خود شما باشید. تا ویدیوی دیگر، خدا نگهدار.